خودسوزی خلبان افغانی در گلشهر مشهد. تجمع مردم تو میبد یزد و سنگسر سمنان در واکنش به قتل یک ایرانی توسط افغانی‌ها. جوانای ایرانی که میخوان با ماشین یه نوجوان افغانی رو زیر بگیرن. اینا تصاویریه که در کنار هشتگ اخراج افغانی مطالبه ملی چند وقتی توی فضای مجازی ترند شده. اما حالا واقعاً وظیفه شهروندی ما در قبال افغانی‌ها چیه و نظام جمهوری اسلامی چطور باید با مهاجرین غیرقانونی مقابله کنه؟ من سید محمد طاهری هستم و ما امروز توی کمین مدیا می‌خوایم از منظر امنیتی به موضوع مهاجرین غیرقانونی به خصوص افغانی‌ها توی ایران و راهکارهای مواجهه با اونا بپردازیم. لطفاً تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید. از اواسط دولت 13 بود که بحث ساماندهی مهاجرین غیرقانونی توی کشور آغاز شد و تمرکز اصلیش هم روی ساماندهی مهاجرین غیرقانونی افغانی گذاشته شد. در همون اثنا یک هشتگی ترند شد به نام اخراج افغانی مطالبه ملی که تا همین الان هم ادامه داره و اخیراً تصاویری توی فضای مجازی منتشر میشه از اینکه مثلا یه عده ایرانی افتادن مثلا دنبال یه بچه افغانی میخوان زیرش کنن یا مثلا بدرفتاریای خیلی عجیب غریبی مثلا با افغانی‌ها میکنن. علی برو بزن زیرش، برو بزن زیرش، ناموسم برو بیا برو بزن زیرش، برو افغانی دیگه نداره. برو. تو این ویدیو هدفمون دفاع از افغانی‌ها و اینها نیست. ما میخوایم از دیدگاه امنیتی به موضوع نگاه کنیم و ببینیم حضور مهاجرین غیرقانونی چه تبعات امنیتی رو برای کشور داره و چه اتفاقی در موردش باید رقم بخوره. خب تو همه جای دنیا موضوع مهاجرت وجود، یعنی همه کشورهای دنیا به این نسبت این مهاجرپذیرن. حالا با توجه به شرایط جغرافیایی و شرایط سیاسی که اون کشورها دارن، اون منطقه‌ای که کشور توش واقع شده وجود داره، جنگ هایی که رخ میده، ناامنی هایی که رخ میده، شرایط اقتصادی که هست، این میزان مهاجرت و اینها متفاوت. کما اینکه مثلا شما الان توی آلمان که برید یه درصد زیادی از ترکیه اونجا هستن، یعنی مهاجرین ترکیه‌ای ان که اونجا، یا مثلا توی فرانسه یه درصد زیادی مهاجرین الجزایری و کشورهای شمال آفریقا که اونجا حضور دارن. حالا تو کشور ما هم به دلیل اینکه ما همسایه هستیم با کشور افغانستان و این کشور تقریبا از دهه 80 یعنی اواسط دهه 80 میلادی دیگه درگیر جنگ، اول جنگ با شوروی بود، بعد از شر شوروی خلاص شد وارد جنگ‌های داخلی شد، بعد حکومت طالبان اومد سر کار، بعد سال 2000 که آمریکایی‌ها به اینا حمله کردن، کشورشون رو اشغال کردن، بعد یکی دو سال پیش دوباره آمریکایی‌ها ول کردن رفتن، دوباره طالبان حاکم شد، یعنی دائما تو یک مدار ناامنی به سر می‌برده. خب تعداد زیادی از این افغانی‌ها اومدن مهاجرت کردن به کشور ما. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که تو همه جای دنیا برای مهاجرت یه حساب کتابی وجود داره. یعنی تو همه جای دنیا با مهاجر غیرقانونی برخورد میکنن، دستگیر میکنن و اونو دیپورتش میکنن و هیچ جای دنیا نیست که مهاجر غیرقانونی رو تحمل کنه. حالا بعضی کشورها هستن که اصلا پلیس تخصصی مهاجرت دارن که دنبال همین موضوع میگرده، میره مثلا توی کارگاه‌ها، مراکز صنعتی، جای مختلف، هر جا مهاجر غیرقانونی جمع‌آوری میکنه و اخراج میکنه از اون کشور. بعضی جاها هم شاید حالا مثلا میزان مهاجرینشون انقدر گسترده نیست، خیلی پلیس تخصصی ندارن، پلیس عمومیشون همین کارو انجام. تو کشور ما این بحث مهاجرت غیرقانونی افغانی ها وجود داشت تا اینکه همین اواسط دولت 13 دیگه این موضوع به اوج خودش رسید. برآوردها اینطور میگه که حدود 10 میلیون نفر مهاجر غیرقانونی توی کشور ما وجود داره. فقط هم حالا افغانی، شاید حالا از کشورهای دیگه هم مهاجر غیرقانونی باشه ولی میزانش انقدر نیست. خب این میزان مهاجر غیرقانونی توی هر کشوری قطعاً تبعات امنیتی جدی رو میتونه به دنبال داشته باشه. چرا؟ مهاجر وقتی غیر قانونی میاد اولین پالسش اینه که شما مرزات بی در و پیکره که داره مهاجر همینجوری بی قانونی اونم به این تعداد میاد ایران. شما اول باید بری یه سر و سامونی به این اوضاع مرزیت بدی که حالا شروع شده. مرز مشترک ایران با افغانستان، روند تکمیل این دیوار و تأسیسات جدید مرزی همچنان ادامه دارد. 6 کارگاه ساخت دیوارهای بتونی مستحکم در نوار مرزی مشغول تکمیل پروژه انسداد مرزی هستند. فرماندهان نیروی زمینی میگویند تاکنون 65 کیلومتر از دیوار احداث شده و زیرسازی 130 کیلومتر از آن به پایان رسیده است. امیر نعمتی جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش میگوید تا پایان سال 300 کیلومتر از دیوار مرزی تکمیل خواهد شد. مرز رو با سیستم‌های پایش الکترونیکی، سنسورهای مراقبتی، پهپادها و دوربین‌های در واقع حرارتی و در پشت سر اینها هم که گردان‌های متحرک هجومی ما مستقرن که مرز رو کنترل کنند. بحث دیوار کشیدن توی مرز اینها آغاز شده.
که میتونه تا یه حد زیادی جلوی این روند مهاجرت غیرقانونی رو بگیره. نکته دومی که این مهاجر وقتی غیر قانونی داره وارد کشور شما میشه، هیچ جا اطلاعاتش ثبت نمیشه. اصلا هیچ اطلاعات هویتی، اطلاعات جغرافیایی که کجا زندگی میکنه، چه کاری انجام میده، اصلا کی هست، هیچ جا اطلاعاتی ازش ثبت نمیشه. بعد اینجا قادره که هر نوع اقدام ضد امنیتی رو انجام بده، یعنی هر نوع خلاف کوچک تا بزرگی رو انجام بده، دستگیریش و برخورد باهاش کار بسیار مشکلی خواهد بود، چون شما هیچ ردی از این آدم نداری. حالا در مورد افغانستان این نگرانی برای ما بیشتره. چرا؟ چون کسایی که دارن مهاجرت میکنن و تشریف میارن اینا، خب اصلا کشور افغانستان کشور جنگخیزی بوده. خیلی از اینا عضو طالبان بودن، خیلی هاشون اونجا آموزش‌های نظامی دیدن، جنگیدن، تو القاعده بودن و تجربه کار نظامی و امنیتی دارن و حالا که دارن میان تو کشور ما این تجربه دارن با خودشون میارن و اینجا مستعد این هستن که یک کسی توی سرویس اطلاعاتی خارجی یا هر کس دیگه ای بیاد با اینا ارتباطی بگیره و از اینا برای اقدامات ضد امنیتی علیه کشور ما استفاده کنه. خب مثلا اتفاقات امنیتی که تو حرم امام رضا افتاد که با سلاح سرد به ظاهرا حمله شد، یا توی مثلا حرم شاه چراغ اتفاق افتاد، خب اینا همه تبعای غیر ایرانی بودن. حتی اون تیم هایی که اومدن توی سیستان و بلوچستان توی سال 1403 و توی راسک و چابهار اون عملیات‌ها رو انجام دادن، نیروی زمینی سپاه گفت آقا ایناش کدوم بلوچ نبودن، اینا همه تبعی تاجیک بودن و غیر ایرانی. این نشون میده که مهاجر غیر قانونی مستعد اجرای هر گونه اقدام ضد امنیتی و اخلالگر امنیت ملی کشور ما خواهد بود. پس باید مهاجر غیر قانونی سر و سامون داده بشه. خب تو گام اول اومدن چیکار کردن؟ اومدن برای کنترل مهاجرت‌های غیر قانونی اول گفتن آقا ما راه ورود و فعلا به کشور ببندیم. خب این بحث دیوار مرزی رو شروع کردن. تو سیستان بلوچستان سپاه داره انجام میده، تو خراسان جنوبی و رضوی ارتش داره انجام میده این بحث انسداد مرز رو. بعد اومدن خلاصه گذرگاه‌های مرزی رو خیلی سفت و سخت گرفتن به افغانی‌ها. از طرفی توی کشور اقدامات منسجمی انجام دادن برای دستگیری اتباع غیر مجاز و اخراج اونها از کشور و ساماندهی حالا نیروی کاری که توی کشور هست. منتها این اقدامات کافی که نیست، بعد ادامه پیدا کنه به صورت مستمر. تا اینجا ما فقط به بعد امنیتی صرفش پرداختیم، اما ابعاد دیگه هم حضور مهاجران غیرقانونی داره که میتونه به اتفاقات ضد امنیتی منتهی بشه. یعنی چی؟ ببین شما وقتی این حجم از مهاجر غیرقانونی فقط در یک کشور حضور داره توی کشور خودت، شما توی برآوردهای اقتصاد و اشتغال و این بساطات هم به مشکل بعضا برمیخوری. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا میای میگه من 90 میلیون ایرانی دارم مثلا بر اساس سرشماری نفوس و مسکن، این مثلا انقدر مدرسه میخواد، انقدر مثلا گندم میخواد برای اینکه مثلا تغذیه کنه، انقدر مثلا خودرو میخواد و غیره صلاحات، مثلا انقدر من بعد مثلا انرژی درست کنم، مثلا برق تامین کنم، آب تامین کنم. بعد یهو میان طبق اون برآوردات انجام میدی، بعد میبینی کم میاد. خب چرا کم اومد؟ بعد میبینی یه 10 میلیونی یه جایی دارن اینو مصرف میکنن. 10 میلیون هم عدد کمی نیست که مثلا یه نفر دو نفر باشه، حجم خیلی زیاده. یعنی داره یه فشاری به اقتصاد کشور شما میاره و این فشار به اقتصاد کشور شما بعدا میتونه به تو بلند مدت خودش به اقدامات ضد امنیتی برای کشور بدل بشه. خب بس بعد شما اینم سامان بدی. از این جهت هم ساماندهی مهاجرین غیرقانونی خیلی موضوع مهمه. از طرف دیگه بحث مثلا اشتغاله. ببینید الان بسیاری از حرفه‌ها توی کشور ما هست که توسط افغانی‌ها داره اداره میشه. حالا بعضیاش واقعا شغلای خیلی سخت و مثلا عجیب غریبیه، شاید مثلا خود ایرانی‌ها انجام ندن، ولی بعضیاش اینطوری نیست واقعا. مثلا به دلیل مزیت رقابتی که اینا ایجاد کردن داره این اتفاق میفته. یعنی تو بعضی از مشاغل خب اینا سطح زندگیشون توی کشور ما از سطح متوسط زندگی ما یه مقدار پایین‌تره دیگه. مثل ما که زندگی نشاید مثلا یه تعداد کمیشون مثل ما زندگی کنن، اما عمدتاً از سطح زندگی ما پایین‌تره. خب این باعث میشه که دستمزدی که طلب میکنن مثلا برای یه کار، شاید مثلا یه استادکار ایرانی بره مثلا یه سنگکاری ساختمانی قبول کنه، دستمزد بیشتری بخواد، ولی این افغانی میره دستمزد کمتری میگیره و اون کارو انجام میده و اینجوری نیروی کار هم توی کشور داره به مشکل برمیخوره در بعضی جاهایی که امکان انجام اون کار توسط ایرانی ها وجود داره. مثلا من یه محله‌ای رو تو تهران میشناسم، مثلا تو حوزه مسکن حتی افغانی‌ها دارن توش مشکل ایجاد میکنن. یعنی چی؟ خب مثلا تو محله‌های قدیمی تهران که خونه‌های مثلا قدیمی یه طبقه مثلا ویلایی وجود داره، اینا چند خانوار میشن، بعد با هم دیگه میرن یه خونه رو اجاره میکنن. مثلا اگه قیمت یه ملکی مثلا رهن کامل شما فرض کنید مثلا 200 میلیون تومانه،
یهو اینا میان 400 میلیون تومان میدن به اون صاحبخونه، چون تعدادشون هم زیاده این تقسیم برای مثلا 2 تا خانواده میشه، خیلی بهشون فشار نمیاد. بعد باعث میشه قیمت ملک افزایش بده کنه. حالا شما ایرانی مثلا میخوای بری یه خونه مشابه اونو اجاره کنی، رهن کنی، دیگه 200 میلیون بهت نمیده صاحبخونه، میگه چرا بدم به تو، میگن به اون افغانیه مثلا 400 میلیون گرم. این اتفاقات هم میتونن رقم بزنن. بعد هیچ کدوم اینا هم قابل کنترل و ردیابی و شناسایی و اثبات نیست. یعنی این طرف نمیتونه اینجا چیزی به نامش هست، نه چیزی مثلا حساب بانکی داره، نه خط تلفنی به نامشه، نه املاکی به نامشه. یعنی هیچ مدل قابل ردگیری و ردیابی نیست. مثلا طرف یه ماشین زیر پاشه، این ماشین مثلا مال صابکارشه، ما این ماشین هر خلافی کنه به پای صابکاره نوشته میشه اگه این بره فرار کنه. این اتفاقات باعث شده که بالاخره نظام به این نتیجه برسه که این مهاجرین غیرقانونی باید ساماندهی بشن. حالا شهروندا چه وظیفه‌ای در قبال اینا دارن؟ ببینید این که ما بخوایم شتاب زده عمل کنیم، احساساتی عمل کنیم، مثل نژاد پرستا عمل کنیم، هر جا اینا رو می‌بینیم بزنیم، بکشیم، بگیریم، این بساطا کار درستی نیست. این خودش فضای ضد امنیتی رو تشدید میکنه، یعنی تنش رو بالا میبره. این که کار درستی نیست. کار درست اینه که شما هر جا حتما غیر مجاز دیدین گزارش کنیم، میان بگیرن ببرنش. این که بیافتی دنبالش و بخوای بکشی و نمیدونم بزنی و برخورد خشن داشته باشی، اینا بدتر میکنه فضا رو، این فضا رو تشدید میکنه. اون طرحی هم که داره اجرا میشه برای اینکه اینا به صورت خیلی درست و سازماندهی شده از کشور اخراج بشن، بعد اگه خواستن برگردن توی چارچوب و اسلوب قانونی خودش برگردن، این خود این طرح هم دچار حاشیه میشه. بعدن خود این طرح هم احتمال داره ابتر بمونه و همین کار خوبی هم که داره انجام میشه دیگه انجام نشه. لذا به نظر میرسه که با این موضوع خیلی منطقی و درست و بدون از هر گونه احساسات و شتاب زدگی برخورد کرد تا نیروی انتظامی و مجموعه نظام جمهوری اسلامی فعالیت خوبی که آغاز کردن برای اینکه سر و سامون بدن این مهاجرای غیرقانونی رو به درستی بتونن انجام بدن تا امنیت کشور از این ناحیه دچار مخاطره نشه.